ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 27 فوریه سال 2024 خبر داد که میلیسیای اکولوژی و سیاحی در شهر بختر 4 تن از مسئولان از جمله 2 رئیس محله، 1 مدیر مکتب و 1 کارمند کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی یا به اصطلاح ژک خارا برای تازه نکردن پرتوگاه‌ها و در حالت افلاس قرار داشتن محیط زیست پروتکل کرده است. میلیسیای ختلان میگوید حفظ محیط زیست، توزیع آزاده نگاه داشتن کوچه و محله، طبیعت و ثروت‌های بی‌بهای آن وظیفه هر یک شخص صاحب وطن است، ولی متاسفانه بعضی از مسئولین ساختارهای مربوطه دولتی و خود شهروندان در این سمت بی‌توجهی ظاهر نموده در برطرف نمایی عامل‌های خرابی‌آور محیط زیست سهلنگاری و کناره‌جویی می‌نمایند. اخیراً در دایره رید شعبه میلیسیای اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان در حدود شهر بختر یک تن منظره‌های حسن انگیز، حالت‌های غیر قانونی در جاهای مقرر کرده نشده پرتافتن پرتوها و سر وقت تازه نکردن پرتوگاه‌ها از جانب مسئولان کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی شهر بختر آشکار و معین کرده شدند. در نتیجه نسبت به مسئولان و رئیسان یکچند محله های شهر بختر که در بدرفتاری نمودن کمبودی های جای داشته، شخصان مسئول به حساب رفته بی‌پروایی ظاهر کردند، پروتکل های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده، از جمله نسبت سرمتخصص کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی شهر بختر تقای مرادوف علیشیر، رئیس محله بارباد شهر بختر تقایف بوی مراد، رئیس محله کیانوردان شهر بختر شاه محمد و مرحمت، دیرکتور مکتب رقم 10 شهر بختر خدای نظر و خورشیده. در عکس‌های نشر شده میلیسیای ولایت ختلان در پهلوی مکتب رقم 10 و در محله های بارباد کیانوردان غرم‌های بزرگ پرتو دیده می‌شوند که کسی در فکر تازه کردنشان نیست. میلیسیا گفت هدف از دایر نمودن چاره‌بینی‌های مقصدناک حفظ محیط زیست، توزیع آزاده نگاه داشتن محیط اطراف و حفظ سلامتی اهالی می باشد. مجازات مسئولان برای افلاس کردن محیط زیست در تاجیکستان حادثه خیلی نادر است.